مهم نیست. خدای من بیچاره. بریم سراغ صندلی قرمز این هفته. کی اونجاست؟ سلام. ازش خوشم نمیاد. تفلکی. خیلی خب فکر کنیم اصلا این فکر خوبیه. آره فقط دسته رو بکشیم. یعنی نمیتونن خودشون رو صندلی نگه دارن وقتی دسته رو میکشی؟ خب بریم سراغ نفر بعدی. سلام. اسم من متیو. چه عالی. خب متیو شغل چیه؟ توی باجه حفاظتی کار میکنم. گفتی باجه حفاظتی؟ آره. خیلی خب بریم سراغ داستان. خب من 9 سالم بودش توی خونه یکم تور پیدا کردم. اون تورا رو وصل کردم به کفشم و رفتم مدرسه. تور رو به دوستام نشون دادم و گفتم که ببینید کفش من بال داره. بعدش رفتم خونه و مامانم دیدش، گفتش که اون چیه روی کفشت و برش داشتم و گفتم توره. گفتش نه اون لباس توری منه. مزه بود. نه من اصلا خوشم نیومد اصلا. خیلی خب دوستان امیدوارم از برنامه لذت برده باشین. تشویق کنین. تاینی تمپا. ممنونم. کارا دلوین. جیک جلنهال. امیلیا کلارک و آرنولد شوارتزنگر.